بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما سوال شما برادر عزیز در باره فروختن میوه ها در حالت شوشتن، یعنی میوه ها رو گفتید میشویم، پاک میکنیم، زیبا میکنیم و بارک الله فیکم و رنگش رو هم خوشرو میکنیم، یعنی با آب تر میکنیم و کمی زیبا میکنیم، رنگش رو زیبا میکنیم میفروشیم. آیا جایز است یا نیست؟ البته جایز است. برای خوشرو کردن، برای زیباگی نقص کرده فروشید جایز است، وقتی که خودی مردم همون نمود میوه رو خریدن رو عادت کردند. اگر شما میوه رو شسته رنگش رو بزیب کرده نبرید نمیگیرند. میوه خشکی که برای اینها شاید زیادتر برود، لیکن اینها میوه زیبای تر رو میگیرند. از همین جهت این نمود فروختن میوه جایز است و این به خیانت یا به چیزی دیگری دلالت نمیکند.